تاجیکستان و ازبکستان به شهروندان همدیگر اجازه می‌دهند که با شناسنامه داخلی به قلمرو یکدیگر سفر کنند. این نکته در پروتکل بین حکومتی درج شده است که اخیراً از سوی حکومت تاجیکستان تصدیق شد. در این سند که رادیوی آزادی 17 اپریل شناس شد آمده است شهروندان تاجیکستان می‌توانند با شناسنامه داخلی یا آیدی کارت به ازبکستان سفر کنند، اما شرط همین است که تاجیکستانی‌ها با شناسنامه داخلی تنها از تاجیکستان به ازبکستان وارد شده می‌توانند یا برعکس از ازبکستان به تاجیکستان می‌گذرند. اگر شهروندان تاجیکستان از طریق ازبکستان به دیگر کشور رفتنی باشند باید با شناسنامه خارجی سفر کنند. عین همین ترتیب برای شهروندان ازبکستان هم پیش بینی شده است. ازبکستانی‌ها آیدی کارت را که شناسنامه داخلی آن کشور به حساب می‌رود تنها هنگام وارد شدن از ازبکستان به تاجیکستان یا برعکس استفاده برده می‌توانند. بینندگان عزیز، این سازشنامه تا حال رسمیات داخلی دو کشور را نگذشته است و برای همین فعلا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان تنها با شناسنامه خارجی به کشورهای همدیگر سفر کرده می‌توانند. از روی قانون این سند باید از سوی پارلمان‌های دو کشور تصدیق شود. روز 17 اپریل در سفارت ازبکستان در تاجیکستان به ما گفتند ازبکستان این سند را امضا کرده، منتظر امضا شدنش از سوی تاجیکستان است. شهروندان تاجیکستان و ازبکستان به خصوص آنهایی که در منطقه مرزی زندگی می‌کنند بارها درخواست کردند که سفر به دو کشور با شناسنامه داخلی اجازه داده شود. شفقت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان سال 2024 گفته بود کشورش می‌خواهد روابط شهروندانش با تاجیکستان و قزاقستان با شناسنامه داخلی امکان پذیر شود. تاجیکستان و ازبکستان سال 2018 روادید را بیکار کردند، اما سفر را برای شهروندان همدیگر تنها با شناسنامه خارجی اجازه دادند. به اطلاع رسمی سالانه هزاران نفر از تاجیکستان به ازبکستان و برعکس سفر می‌کنند. به اطلاع رسمی سال 2025 بیش از 1 میلیون سیاح از ازبکستان به تاجیکستان وارد شدند. مقامات ازبکستان گفتند که سال گذشته 2 میلیون و 700 هزار تاجیکستانی به ازبکستان سفر کردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.